ما در شهر باستانی کلوب قرار داریم. شهر باستانی کلوب قدمجوی بزرگان است، از جمله قدمجوی میر سعید علی حمدانی. میر سعید علی حمدانی سال 1314 به دنیا آمده، سال 1386 مست در همین جا به خاک سپرده شد. میر سعید علی حمدانی یکی از شخصیت‌های شریف در تاریخ افکار جمعیتی مردم مشرق زمین به شمار می‌رود. اصلا زاده شهر همدان ایران است. بعد تحصیل در نزد استادان از سن 21 سالگی به سفر می‌براید. سفرهای طولانی میر سعید علی حمدانی به قول مورخان بیش از 20 سال، به قول بیش از 30 سال دوام کرده است. در مدت سفرها تمام ممالک اسلامی آن دوره را که از بگیم سر می شود، از حجاز، شمال افریقا، به قول خود بزرگوار ربن مسکون را 3 مرتبه دور داده است. یعنی همین جاهایی که اصلا مسلمان شدن 3 مرتبه دور داده است. در همین مدت هم با سفرش به کلوب افزوده است. در همین 3 مرتبه به قول بعضی مورخان بیشتر به شهر کلوب اون وقتا خطر می‌گفتند آمده است. و یکی از قدمجوهای مقدسی حضرت علی حمدانی شهر کلوب است. زادگاه مکانی که شخص تولد می شود، دیه است، شهر است. آرامگاه یعنی قبرستان، قبر یا مقبره هم است. قدمجو را در لغت‌ها و در افاده‌های معنی چند معنا می‌دهد. در مکانی که آن شخص قدم یاد است، قدم گذاشته است. قدمجوهای بزرگوار در مشرق زمین از حبشستان سر کرده از افریقا تا ختلان ما زیاد از 20-30 شهر نامور می‌کنیم که قدمجوی بزرگوارند. لیکن 2 قدمجویش بسیار بزرگ است. 2 قدمجویش، خیطه کشمیر و خیطه ختلان. از کشمیر تا به کلوب در قلمرو خاور قدیم و بیرون از آن میر سعید علی حمدانی 7 قدمجو دارد. هر آن جایی که قدمجوی اوست آباد و زیباست و خصوصیت خاص قدمجوهای این بزرگوار در آن است که همه جا درخت چلان می‌سبزد. چلانزاران زیبا یکی از رمزهای اساسی قدمجوهای میر سعید علی حمدانی است. درخت چلان یک میوه سرخ میدک دارد. درخت میوه درخت در اطراف مقبره میر سعید علی حمدانی در پیش نهایت بسیار بود در سابق. که با مرور زمان وقتی که تعمیر کردن مثلا آمادگی و با جشن 680 سالگی بود، بعد آیسته سن 2700 سالگی کلوب و 700 سالگی کلوب دا همین چلونا رو به ترتیب در آوردیم، کوشش کردیم. مردم همون قدر اخلاص دارن، صمیمیت دارن که از همین نوده ها اینا را مثلا همین نوچه های میده چلونا را پیدا میشن کو اینا از همین خیلی از همین ریشه همین پیدا میشه. همینا را برده چلونای مزار حضرت امیرجان گفته از روی محبت در خانه‌هاشون میشنونن. میر سعید علی حمدانی سرزمین کلوب بسیار دوست می‌داشت. هنگام طالب علم بودنشون یک خواب می‌بینن که یک باز قپیدن، بازی سفید، و سر وقتی که از خواب بیدار میشن همین خوابشون به استادشون نقل میکنن، به پیرشون، و خواهشی تعبیر میکنن که چی تعبیر باشد. حضرت محمود مزدکانی میگه که در خاندان تو فرزند تولد میشود که نامبردار تو میشد، دوام دهنده کار تو میشود، یعنی پسر. حضرت میر سعید علی حمدانی سال 1373 به کلوب آمد و 1 سال پس در شهر کلوب پسرشون سید محمد
соли 1374 чашм ба олами ҳастӣ кушоданд. Ин хурсандии Алии Ҳамадониро ҳадди канор намуд. Воқеан ҳам ҳамун пешгӯии пиршон Маҳмуди Маззаконӣ ҳам ба ҷо буд, зеро ки баъди гузашта шудани Мирсаид Алии Ҳамадонӣ Саид Муҳаммад ҳамагӣ 12 сол дошт. соли 1430 ҳазрати Саид Муҳаммад аз мусофират аз сафари ҳаҷ гашта ба Кӯлоб меяд. То охири вафот шунад ҳазрати Саид Муҳаммад дар ҳамин Кӯлоб зиндагӣ мекард. Ҳамчун бачаи кӯлобӣ ҳамун сол 680 солагӣ донишмандони тоҷик тавонистанд исбот кунанд ки воқеан ҳам Саид Муҳаммад писари Мирсаид Алии Ҳамадонӣ зодаи Кӯлоб аст ва фарзанди ин Кӯлоби бостонӣ аст. طبق روایت‌های مردمی در اطراف مقبره میرسعید علی حمدانی چون این موضع‌ها همچون گورستان شهر بودن از عصرهای 11 و 13 تا نیمه اول عصرهای 20 همچون گورستان شهر مثلا تا حدود بازار امروزه کولوب دامن پهن کرده بود گورستان شهر. اینجا 12 عدد ساغانه‌ها یافت شدند گرد به گرد مقبره و همین ساغانه ها دو نوع ساغانه بودن. اصلا چون این موضع ها خود چون زمین همچون گورستان شهر بود ولی ساغانه ها دو وظیفه اجرا میکردن. یکی ساغانه های اولادی بودن، اولادان میرسعید علی حمدانی سیدزاده هایی که می آمدن مثلا بیشترشون در همین ساغانه ها مدفون میکردن. دیگر نمودی ساغانه ها بودن ساغانه های غریبی، یعنی غریبانی که از شرق می آمدن چند مدت زندگی میکردن. حتی اینجا کولوب یک از بخاطر آرامگاه میرسعید علی حمدانی همچون مکان اقامت خود قرار میدادند و با گذشت وقت که از دنیا گذشته میگذشتند ایشان در همون ساغانه های غریبی به خاک میسپاریدند و این ساغانه‌ای که مثلا سالهای بعدین و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پابرجا شد، تعمیر و مرمت شد، وزارت با دستگیری‌های وزارت فرهنگ مثلا شکل خاصه خود را کسب کرد تا امروز مثلا یکی از موضع‌های تاریخی همین نزد آرامگاه میرسعید علی حمدانی است. 2700 سالگی شهر کولوب محض از همین خمدان سر می شود. یعنی در قدمجوی میرسعید علی حمدانی 2700 سال قبل مدنیت شهرداری وجود داشت. در حدود آرامگاه کاوش‌های بوستانی می‌گذرانیدند. در یکی از روزهای کاری که ما هم سرگرم کار بودیم، همه کارمندان آثارخانه، همون ساموئل پالتیمافیج آمدن با یک چهره بسیار یک بولیده که خیلی یک مشوش خاطر، خیلی چهرهشون خرسند لیکن پریشان. ایشون با همون زبان روسی بیان کردن که یا نشال استوریو، یعنی که من تاریخ رو یافتم. گپ سری میراد که ما هم حیران شدیم که چی تاریخ یافته باشد. درست است که همون دوره در اینجا چند قبر متعلق حتی به دوره زردشتی هم یافته بودند. چند سفالپاره ها از ساغانه های دیگر هم یافته بودند. ما فکر کردیم که البته همون ساغانه و ادامه یافتنی ساغانه ها است. ولی چهره ساموئل همونو مثلا با کیم چیزی یک جدی ما را فکر کردن وادار میکرد که ما کیم چیزی دیگر یافته است. وقتی خلاصه آمدیم به اینجا پاره لای سوخته را برآورد، خاکی سوخته را. گفت میدونید شما که همین پاره لای سوخته تاریخ 2700 ساله دارد. هم حیران شدیم که چی خیلی 2700 ساله. راستی گفت هم اكو بندی اونجا بدیم آباد کردن این قسمت ها. و با مرور زمان دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پای تجلیل 2700 سالگی گردید. بعد اونی که این کشفیات روی کار آمد اینا دیدن، مثلا متخصصان از یونسکو دعوت شدن و با پژوهش چند سفالپاره از داخل همین خمدان یافته شده، خلاصه مغز اکسپرت یونسکو 2700 سالگی کولوب و همین خمدان تصدیق کرد. لازم به یادآوری است که چنانه که در همون خلاصه ذکر شده بود، چنین خمدان یعنی با پهنایی 2x2 در آسیای مرکزی این خمدان یگانه است و می توان گفت که شهر کولوب باستانی 2700 سال پیش هم
соҳиби чунин як ҳашамат як бузургие будааст ки чунин корхонаҳои коркарди ашё ва маҳсулот доштааст. аз рӯи қиссаҳо бармеояд ки мирсаид али ҳамадонӣ зиёда аз 700 шогирд доштааст. шогирдонаш дар ҳама сафарҳо ӯро ҳамроҳӣ мекарданд. дар таскираҳо омадааст ки ҳам дар кашмир ва ҳам дар кӯлоби бостонӣ шогирдонаш ӯро ҳамеша ҳамроҳӣ мекарданд.